درود بیننده های عزیز ارجمند مخلصان فوتبال، من سهراب شاه فرخشاه هستم و این برنامه فوتبال تاجیک است که با جمعی همکارانم این شام این برنامه را منظور شما میگردونیم. و این شام اطراف برآمد منتخب 17 ساله های تاجیکستان در چمپیونات جهان خواهیم گفت و این شام مهمان ما مارکو راجینی سرمربی منتخب 17 ساله های تاجیکستان می باشند و البته ما فریدون شریفزاده را به حیث ترجمان دعوت کردیم. فریدون البته هم کسب ما هستند، کارمند فدراسیون فوتبال تاجیکستان. خوش آمدید. خب بید از آن شروع کنیم که دوران آمادگی به چمپیونات جهان چگونه پشت سر شد و همه آن هدفهایی که اطراف موضوع جمع کردن یک دسته، منظور من هیئت اساسی بازیگران دسته، موفق شدید یا نه؟ چگونه پشت سر کردید؟ شما از این آمادگی قناعتمند هستید یا نه؟ About this experience, because it's a big experience, we will start with the preparation, but we must to this time we must talk, we must to think for in different way the respect for Asian Cup. In Asian Cup, we have a lot of time to prepare this championship because the Tajik championship was closed, stopped, and all the guys, I take all the guys, and we work together 168 days in 4 months. خلوت سلام، تشکر زیاد برای دعوت و مفتنی هستم که برای ما این یک تجربه شد اشتراک در جام جهان و اگر ما مقایسه کنیم آمادگی منتخب تاجیکستان رو قبل از جام آسیا و قبل از جام جهان، اینجا میتونیم بگیم که حالت‌ها گوناگون بودن، مخصوصا وابسته به اونی که چگونه دست آماده شد. پیش از جام جهان، پیش از جام آسیا ما وقتی خیلی زیاد داشتیم برای آماده شدن با همراهی بچه‌ها، چون که همه بچه‌ها در اختیار من بودن. ما در 4 ماه 168 روز یک جای بودیم، تمام هیئت یک جای بود، تمرین کردیم، آماده شدیم. اما پیش از چمپیونات جهان باشد ما تنها 50 روز یک جای بودیم و وابسته از اونی که فوتبالبازان بسیارتر در دسته های خود بودن و بازی میکردن و در لیگ بازی میکردن، ما توانستیم که با بچه ها بسیارتر تمرین کنیم، آماده شویم. و باید اشاره کنم که قبل از جام آسیا ما 172 تمرین گذراندیم، پیش از جام جهان باشد 40 تمرین و همچنین وابسته به بازی های دوستانه قبل از جام آسیا منتخب نوآوران تاجیکستان 23 بازی گذراند و پیش از جام جهان باشد 8 بازی دوستانه برگزار کرد. و وقتی که ما با همراهی مربی فیزیکی وقتی که ما بچه‌ها را سنجش کردیم، دیدیم که بچه‌ها خیلی هم در حالتی نه اونقدر خوب قرار دارند، چون که خسته هم هستند، زیرا آنها مجبور بودند که در یک هفته 2-3 بازی برگزار کنند در دسته‌های خود، هم در لیگ یکم و هم اون بچه‌هایی که در هیئت جوانان دسته‌های لیگ عالی هم بازی می‌کردند. این البته تاثیر خود را می‌رساند، ولی من گفتنی هستم که استادیوم مربیان، خود من و همچنین بچه‌ها تمام قوای خود را صرف کردند تا اینکه موفق برآمد کنند در جام جهان و فدراسیون هم تمام تلاش‌ها را کرد، همه شرایط‌ها را مهیا کرد برای ما تا اینکه ما آماده باشیم برای اشتراک کردن در جام جهان. و وابسته از اون که قبل از جام آسیا چمپیونات تاجیکستان و بچه‌ها که پورا در اختیار من بودن، حالت بچه‌ها دیگر بود و وابسته از اون که قبل از اون که جام جهان شروع شود و موسم فوتبالی در تاجیکستان در میانه اش بود و بچه‌ها مجبورن که در دسته‌های خود بازی کنند، این کمی هم تاثیر خود را رسانید وابسته به آمادگی فیزیکی جسمانی بازیگران. به هر صورت جناب راجینی، ببینید که 50 روز یک جایگی با بچه‌ها، 40 مرتبه تمرین، 8 بازی پیش از جام جهان در مرحله آمادگی، صدها هزار پولی صرف شده از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای روند آمادگی، آیا بسنده نبود حداقل برای یک ذره موفقیت در جام جهان؟ چون ما در چمپیونات های 2 مراتب
وقتی که ما در چمپیونات جهان بازی کردیم، چه در سال 2007 و چه در سال 2019 ما حد اقل با این گونه باخت ها روبرو نگشته بودیم. البته موفقیت های بزرگ هم نداشتیم در اونجا، اما غلبه ها هم داشتیم. Is not enough, but is not the for me, for the staff, for the federation, for the guys. I repeat, it was the unlucky time because there are a lot of details, a lot of components that must to be go in the same direction. When I have, in total, in 4 months, I have 38 training sessions, okay? And this 38 training sessions, not all they have the quality, good quality, because some training session, they come, the guys, I don't know, I have 7, 8 guys for FC Dujambé, have 3 matches in 1 week, because they must to recover a lot of match for the Asian Cup that we don't play, okay? And when they come in my training session, they are not in physical way, they came to work with the other guys. البته اون چیزی که شما قید کردید باید اشاره کنیم که وابسته از شماره تمرین ها، وابسته از شماره بازی های دوستانه، بعضی جزءهای هستند که تاثیر میرسونند به بازی و ما گفتیم که شماره 38 تمرین ها گذرانده بودیم، یعنی که تا 40 تمرین گذراندیم پیش از جام جهان، ولی این آن تمرین های بودند که در همان سطح ضروری نبودند. با کدام خاطر؟ با اون خاطری که 7-8 بازیگر منتخب نوآوران 17 ساله تاجیکستان در هیئت دوشنبه بازی میکنند و آنها مجبور بودند که اون بازی هایی رو که به خاطر در جام آسیا اشتراک کردن برگزار نشده بودند آنها را دایر کنند و در یک هفته تقریبا 2-3 بازی برگزار میکردند که این خیلی مشکل بود و این 7-8 نفر بازیگر فوتبالبازان کلیدی بودند و آنها وقتی که به منتخب میآیند آنها نه در حالت آنقدر خوبی فیزیکی قرار دارند و برای اینکه آنها برقرار شوند به آنها وقت لازم است و همچنین بازیگرانی که در هیئت جوانان استقلال بازی میکنند آنها نیز باید بازی‌های خود را دایر میکردند و به همین خاطر فوتبالبازان وقتی که آمدن به منتخب با حالت فیزیکیشان اونقدر خوب نبود، برای آنها وقت لازم بود تا اینکه برقرار شوند. به همین خاطر اون زیاده از 100 تمرینی که گفتیم پیش از جام آسیا گذراندیم، اون سطح اون تمرین ها خیلی هم خوب بودن، ولی این تمرین هایی که ما پیش از جام جهان گذراندیم از همین سبب ها میتونیم بگیم که سطح تمرین ها اونقدر در سطح ضروری نبودن. و وابسته به مسئله دیگر گفتنی هستم که ما در جام جهان مقابل ایالات متحده آمریکا بازی کردیم. البته تاجیکستان هیئت نوآورانش سال 2007 با ایالات متحده آمریکا بازی کرده بود، ولی این هیئت آمریکا از اون هیئت آمریکا کلا فرق میکنه، چون که قریب 60% منتخب نوآوران آمریکا بیرون از آمریکا بازی میکنن، در هیئت بروسیا دورتموند بازی میکنن، در هیئت ماینز بازی میکنن، در دسته‌های خارجی بازی میکنن، در MLS بازی میکنن، مقابل مسی بازی میکنن و اگر ما تجربه آنها رو مقابل تجربه بچه‌های خود مقایسه کنیم، البته تجربه آنها بلندتر است، بزرگتر است. و مسئله دیگر باشد، خب وقتی که ما توجه میکنیم به رقیبان خود و میبینیم که فوتبالبازان آنها در کدام سطح بازی میکنن، آنها وقتی که به تیم ملی میآیند با آنها وقت زیاد لازم نیست تا اینکه چیزی نوی رو آموزند یا اینکه به خود چیزی بگیرند، زیرا آنها الکی این چیز رو در دستهای خود میگیرند، چون که آنجا سطح بلند است، کسبیت بلند است. اما در ما باشد وابسته از آنی که بگیم سطح چمپیونات و مثل البته MLS و مثل بوندسلیگا و دیگر جاها که برابر نیست، به همین خاطر برای بچه‌های ما کمی مشکل است تو اینکه در دسته‌های خود تقریبا کارهای زیاد را انجام بدیم و بعدا با منتخب آیند و اینجا برای چیزی نو را از خود کردن با آنها وقتی کم لازم شود. و اگر ما با بازی بچه‌ها اهمیت داده باشیم، مثلا مقابل بورکینا فاسو وقتی که فوتبالبازان بورکینا فاسو بازی را آغاز می‌کردند، آنها تا دقیقه 90 قریب که حالت جسمانیشون در یک سطح بود، یعنی که اگر آنها با 100% قوه خود بازی را آغاز می‌کردند، با همین گونه قوه و نیرو بازی را به انجام می‌رساندند. اما بچه‌های ما باشد پس از گذشت 20-30 دقیقه الکی خسته می‌گردند، یعنی حالت فیزیکیشون اونقدر خوب نبود. و همچنین
شمار زیادی بازیگران بورکینا فاسو بیرون از بورکینا فاسو بازی میکنن. اونها در بلژیک بازی میکنن، اونها در فرانسه بازی میکنن که این البته تاثیر خود را نیز میرساند. و من میتونم بگم که این وابسته از اونه که نتیجه اونقدر خوب نبودن، ولی در عموم یک فوتبالبازان تجربه خیلی خوب گرفتن، زیرا بسیاری از بچه‌ها امکانات دارن که در جام آسیا که سال آینده برگزار میشه اشتراک کنن و دیگر برای جام جهان برآیند و برای خود آنها یک تجربه خیلی خوب رو گرفتن، وابسته از اونه که نتیجه اونقدر خوب نبود. خب به استاد با نتیجه همون بازی هایی که ذکر کردیم بگذاریم. البته من نمیخواهم هر یک بازی رو در اینجا با علاهیدگی ما شرح و توضیح بدیم، چون که برای همه روشن است. دیگر ما از سه باخت داشتیم. من نمیخواهم در علاهیدگی، اما در مجموع میخواهم همه بازی ها رو ما یک جایه یک مراتب در اینجا شرح بدهیم. من میخواستم البته جناب رجینی شرح میدادن. بیشتر از همون بازی اولی که ما داشتیم با چخیا، ما در 8 دقیقه اگر خطا نکنم از 12 تا 20 دقیقه ما 3 گل سر بودیم. شاید همین 3 گلی زودی که به دروازه ما زده شد همین چیز بیشتر تاثیر خود رساند، یا اینکه در بازی های دیگری که دیدم همین خط محافظه ما اگرچه که در بازی های دیگر اندک تغییر هم خورد، اما به هر صورت همون احوال بازی پیشینه بود. مثلا بازی با بورکینافاسو احوال پیشینه با بازی امریکا، یعنی خط دفاع ما از همه ضعیف بود. Unfortunately, the first match there are a lot of things that they don't work in correct way. First of all, the approach for the guys, they were very nervous because World Cup is World Cup, okay. Second thing, because I know our team is not trained in physical way, I know we don't have the intensity for the Czech Republic, and the instructor, because the Czech Republic, they were all the big guy, tall guy, and I put 5 defensors because I want to protect, especially for the first half. But unfortunately, there was 2 guys that is not a good day for the 2 guys, and they repeat the same mistake in 6 minutes, 3 mistakes, and the light defense, I put a lot of players like a number. گفتنی هستم که در بازی اول، چون این بازی اول بود و بچه ها هم حس می‌کردند که جام جهان است، شاید کمی هم بگیم هراس هم داشتند و قسمت دیگر باشد این البته آمادگی نه اونقدر خوبی فیزیکی جسمانی بچه هم بود که تاثیر رسانید. و مقابل چخی اگر شما آمده باشید، بچه های چخی هم قد بلند بودند و همین خاطر من از 5 حمایتگر استفاده بردم اونجا، ولی 2 نفر از حمایتگران ما همان روز برای آنها اونقدر روز خوب نبود، چون که زود آنها با اشتباه راه میدادن و ما گل سر میدادیم. و همچنین در همان رفت بازی هر 1-2 دقیقه یک حالتی رخ میداد که با بازی ما تاثیر میرسونید و ما نمیدونستیم همراه استاد مربیان که چگونه از این حالت ها برآییم. و در قسمت دوم البته ما کوشش کردیم که بهتر بازی کنیم. بچه‌ها تلاش کردند که گل بزنند، ولی چون این نشد و در دقیقه آخر باز ما گل سر دادیم. و این را اشاره کردنی هستم که در عموم همین جام جهان نتیجه های غیر چشمداشت بسیار بودن. مثلا خودی مراکش که تا به دور چهارک نهایی رفت، این دسته در بازی اول شکست خورده بود ولی بعدا بازی خود رو بهتر کرد. و در بازی دوم باشد گفتنی هستم که بسیارتر اشتباه انفرادی دیده شد از جانب بچه‌های ما و همچنین اون کمی هم تجربه هم نرسید به بچه‌های ما تو اینکه مقابل رقیب بهتر هنرنمایی کنیم، زیرا 2 گلی که بود 2 اشتباه انفرادی بود و هر 2 گل از همین اومد به دسته ما. و مقابل بورکینا فاسو من قبل از آغاز الکی گفته بودم که بورکینا فاسو این بهترین دسته همین گروه هست، چون که وقتی که آنها بازی را سر میکنند از دقیقه 1 تا دقیقه 90 آنها در یک
سطحی فیزیکی هستند. یعنی همان گونه که دقیقه اول سر می شود همان گونه آنها در دقیقه 90 می توانند که از یک طرف میدان تا به طرف میدان بدوند. یعنی قریب که خسته نیستند. ولی این چیزهایی نیست که من بگم که از خود پشتیبانی کنم. بله، بهانه نیست. بهانه نیستند. زیرا اون سطحی که هست اون چیز نمایان است و همین خاطر این بعضی جزئیات هایی بود که اشاره کردیم. در همین بازی بچه ها در همین سه بازی که دیدیم تماشا کردیم یک چیز با مشاهده می رسید. من همین پیوستگی سه قطب دیده نمیشد. پیوستگی خط محافظت با مرکز میدان و از مرکز میدان با خط هجوم. یگانه پیوستگی که ما دیدیم این در بازی با آمریکا بود که نظریف گل زد. من همینجا یک جزئیات پیوستگی بود. دیگر همه به قولی که در علاهیدگی بازی میکردن. کلمه هراس در اینجا صدا داد. یک نوع میتوان البته با این کلمه با این اندیشه راضی شد، اما 100% نه. چرا؟ چون که به هر صورت وقتی که سرور بچه ها این گونه یک متخصص با تجربه هست و زیاده از این در روند آمادگی ها، البته هر چیزی که از جانب سرمربی طلب میشد، عوض کردن ستاد مربیان در این یا آن مسابقه شرکت ورزیدن، تجربه کسب کردن، با این و آن بازی کردن، جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان عملی میشد. و من فکر میکنم که بچه ها هم باید روحاً از جهت روانی هم آماده میشدن که البته آنها مقابل امریکا بازی میکنن، مقابل بورکینافاسو بازی میکنن، مقابل چخیا بازی میکنن. یعنی در اینجا اسلوب بازی ها مختلف است. یکی اروپایی بازی میکنن و دیگری مثلا امریکایی. من فکر میکنم که باید بچه ها را از این جهت هم ستاد مربیان آماده میکردن. In football, in the life is casual. Okay. We have our preparation. Sorry if I talk again the preparation, but it's important because now he asked me for the top for the pyramid, but I must explain for the base. When we have the preparation at the beginning, we must to. My problematic is to choose the right player to bring in World Cup. When I choose this player, they remain just 3 weeks, 20 days to work. And I don't have enough the opportunity to have the friendly match to try the connection for these 3 lines, okay? And me together the staff, we decide to optimize this short time. برای مربی وقتی که بازیگران رو انتخاب میکند، بازیگران درست رو و باید با همون بازیگران کار کند. وقتی که من فوتبالبازان ضروری رو بعد از دعوت کردم، ما همگی 3 هفته داشتیم برای آماده شدن که برای آماده گردیدن برای همون مشکلی که شما اشاره کردین، نبودن پیوستگی ها میان خط محافظه و خط حمایه و دفاع، این خیلی وقتی کم بود. و ما وقتی که فوتبالبازان جمع شدن و دیدیم که 3 هفته داریم، با استاد مربیان خود 6 تا مصلحت کردیم که سری مسئله های تاکتیکی کار کنیم یا که سری مسئله های فیزیکی و اویدی هر دو پهلو کار کردن برای ما خیلی مشکل بود، چون که وقتی کم گفتیم داریم و ما میدونستیم که مقابل ایالات متحده آمریکا بازی میکنیم. دسته ای که بگیم آمریکا کشور بزرگ است البته و فوتبالبازان زیاد را میتواند انتخاب کنند، یعنی که انتخاب برای آنها زیادتر است و ما میدونستیم که مقابل چخیا بازی میکنیم که بازیگران خیلی هم قامت بلند هستند البته، و ما میدونستیم که مقابل بورکینافاسو بازی میکنیم. وقتی که آنها رو شما میبینید، آنها میبینید که مثل یک مردانی الکی رشد کرده شده هستند، کامل شده هستند. خب ما البته خواستیم که از جهت تاکتیکی بهتر بازی کنیم، ولی مقابل همون چخیا در بازی اول 2-3 بازیگری ما نمیدونم از چه سبب گویا که در میدان نبودند. شاید از سبب تجربه باشد، شاید از سبب هراس باشد که تماما خود را گم کردن در میدان. و این البته اشاره مشکلی که شما قید کردید، من با آن راضی هستم. مشکلی اساسی و بزرگی ما در همین مسابقه بود که
در پیوستگی در میدان دیده نمیشد. اما اشاره کردم هستم که این دسته خیلی دسته خوب است. وقتی که شما با نتیجه های منتخب نوارستان تاجیکستان در مرحله مقدماتی و در جام آسیا نظر کنید، اونجا ما یکی از بهترین دسته ها بودیم و یکی از بهترین دسته ها بودیم و حتی از جهت عمری هم دسته ما بهترین بود و این غیر امکان است که در 3-4 ماه این دسته کلا دیگر شود، یعنی ضعیف شود، ضعیف بازی کند. البته اینجا باید مشکلی بزرگ باشد که این هنرنمایی دسته اونقدر خوب نگردد پس از هنرنمایی که در جام آسیا بود. مشکلی سر اون بود که فوتبالبازان خیلی هم خسته بودن و اون مشکلی که من قبلا اشاره کردم و پیش از جام جهان هم من هنگامی که با دیرکتور تکنیکی فدراسیون هم صحبت شدم من اشاره کردم که همین گونه مشکل دیده میشه، یعنی فوتبالبازان خسته هستن و شاید ما نتیجه خوب نداشته باشیم. این چیز رو من اشاره کرده بودم، ولی بار دیگر قید میکنم که بسیاری از این فوتبالبازان امکان دارند که در جام آسیایی سال آینده اشتراک کنند و نتیجه باز هم بهتر رو به قید میگیرن، چون که فوتبالبازان خیلی با مهارت هستند. خوش میکنم فردین جان، مشخص تر بگویم جناب دجنی، شما در اظهاراتی که در نتیجه گیری از برآمد منتخب ما داشتید گفتید که واقعیت فوتبال تاجیکستان همین است که متاسفانه ما من عذر میخوانم اما واقعیت این است که ما هنوز به سطح دسته های کلان نرسیده ایم. درست است؟ خب پس چی کنیم که ما به سطح دسته های کلان برسیم؟ همکنون به چیز موفق شدیم. In the past, I work in national team contest, in different national contests. I work in Switzerland, in Italy Federation, and okay, now Italy have a lot of problem, but in Switzerland Federation they decide to stop everything. And they copy the project for the French Federation to take the best player for the school and to create the elite school for football. Yes. And for 15 years, France, they don't have good result. After this, France and Switzerland and a lot of federation in Europe. من از تجربه خود بعضی چیزا رو اشاره کردنی هستم. در شویتزار کار میکردم، در ایتالیا کار کردم و گفتنی هستم که این حال فدراسیون شویتزاریا با مانند فرانسه کار کرده ایستادن. فرانسه نیز اول در اول ها اونقدر موفق نبود، ولی آنها این حال توجه دارن بسیارتر به فوتبال در مکتب و کوشش کرده ایستادند که بهترین بازیگران را از مکتب بگیرند و برای آنها شرایط ها مهیا سازند. خب ببینید که در همسایه کشور در ازبکستان چگونه شماره اکادمی ها زیاد هستند. باید هر یک مربی در تاجیکستان یک ساختار کاری خود داشته باشد، یک ساختاری باشد که داند که از روی چی باید فعالیت کنند. و من دیدم که بسیارتر نتیجه های دسته ما رو با هنرنمایی تیم نوارستان تاجیکستان در سال 2007 در سال 2019 مقایسه کردم، ولی اشاره کنیم که سال 2007 فوتبال کلا دیگر بود، این حال دیگر است. من هر یک بازیگری که سال 2007 منتخب تاجیکستان مقابل آمریکا بازی کرده بود اون را دیده بودم، همه بازیگران قریبی در داخل آمریکا بازی میکردن. اما این حال باشد ببینید که فوتبالبازان آمریکا بیرون از آمریکا هنرنمایی میکنند، البته از حد بلند شده است. به همین خاطر ما باید با اون جزئهایی که اشاره کردم با اونها اهمیت دهیم و تلاش کنیم که همون فرقیتی که در سطح هستن اونها رو کمتر کنیم. Only one thing, I was here for 2 years, but I saw they improve the system, but for this one we need a lot of time. We need minimum 10 years. Okay, we must have the patience. من دوامی 2 سال است که در تاجیکستان هستم و من دیده ایستادم که چگونه سطح فوتبال بلند شده ایستاده است، ولی برای اون که به سطح دسته‌های بزرگتر برسیم البته وقت لازم است. این 2 سال کم است، حداقل 10 سال لازم است. باشد، قبول است. خوب شد آن چیزی که شد، همکنون این 3 باخت رو برگردانیدن نمی شود. البته
خوب خواهش میکنم که با یک اشاره ها یا نه دو سوال پایان. خوب به همین نابرابری منتخب تاجیکستان ستاد مربیان گناهکار است یا اینکه عامل های دیگرند؟ I am the head coach. Me, I must to put my face in a good way, in a bad way. but I don't want to find the alibi. If the situation was a good situation like Asian Cup, I'm sure we have different result in this World Cup. And like I mentioned, is my point of view is the truth. چیزی که می شود هم در لحظه های خوب و هم در لحظه های نه اونقدر خوب من مربی هستم من باید البته جواب بگم. این چیزی است که از آن گریخته نمی شود. ولی باز اشاره میکنم که اگر همون عامل ها و همون حالت هایی که پیش از جام آسیا بود اگر همون گونه میشد البته میتوانم بگم که نتیجه ها بهتر میشد. به هر حال 50-50. No, I'm not agree. No, 50-50. No, because for which every action there is the reaction. Okay, and the action was that we don't have the possibility, we don't have the time, we don't have the situation to prepare in a right way this one. And it's logical. This is one action, and the reaction is the result. هر یک عملی که میشود البته نتیجه دارد و گفتنی هستم که اون چیزی رو که ما پیش از جام جهان کردیم محصول آن همین نتیجه بودن. یعنی تمام بازیگران استاد مربیان فدراسیون همه کاری که بود کردن ولی وابسته از آنی که فوتبالبازان خسته بودن خیلی خسته بودن و بازی زیاد گذراندن و همین خاطر میتونیم بگیم چنین نتیجه شدن. باشد همکنون در آخر از این دیده سوالی وزنین‌تر. خب جناب رجینی وابسته تنها به نتیجه همین برآمد منتخب در چمپیونات جهان نه بازی های قبلی صرف وابسته به همین با نتیجه همین بازی ها اگر شما را با استعفا روان کنند این چیزا به درد قبول میکنید یا واقعیت همین است؟ I think that because we must to consider these 2 years that we work together. In these 2 years, I think that I showed the federation that every time I work with the passion, I work in professional way, like all the coaches that they work in federation. خب بیاید از آن سر کنیم که دوام 2 سالی که من فعالیت کرده ایستادم البته فدراسیون شاید مخلصان ما بدانند که من با تمام هستی خود با یک قوای خیلی زیاد کار کردم و در یک جایگی ما تا به جام جهان آمدیم اما وابسته به نتیجه هایی که در جام جهان بود اگر همین را بین‌الملل گرفته فدراسیون گوید که مثلا خیر خوش میکنیم از یک جهت من این رو قبول میکنم چون که این فوتبال است این کاری ما همین است حیات مربیگی هم است ولی از جهت دیگر من از کدام سبب میتوانم غمگین باشم از سببی که بسیار پیش از جام جهان امیدی خیلی کلان داشتن چون که این جام جهان است صحنه ای است که فوتبالبازان میتوانستند خود را بهتر نشان بدن و همین چیز رو ما نتوانستیم نشان بدیم. از همین جهت میتوانم خیلی غمگین شوم و گفتنی هستم که دوام اون فعالیت کاری من ما نشان دادیم که فوتبالبازان میتوانند که بازی بهتر نشان بدن و بازی خوب هم نشان دادیم در مسابقه‌های اشتراک کردیم فوتبالبازان هم بازی خود را سطحشان رو بهتر هم کردن و من هر یک این فوتبالباز رو با مانند فرزند خود قبول دارم البته دوام این 2 سال دارن و مثل فرزندم شدن و کار با فدراسیون هم نیز به من پسند است. مربیان هم نفرانی هستند که البته ما خیلی نزدیک هستیم به همین خاطر هم قبول میکنم و هم از همون عامل هایی که گفتم بالاتر اشاره کردم از این جهت کمی هم آزرده حال یا اینکه غمگین میشم. باز هم 50-50. Mr. Rajini, thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Welcome to TV ورزش. Thank you very much. دوستان عزیز ارجمند یک صحبت داشتیم با سرمربی منتخب 17 ساله های فوتبال تاجیکستان مارکو راجینی که از نام همه شما با اون کس اظهار سپاس و البته با
فریدون شریفزاده همکسب ما که به حیث ترجمان در این برنامه شرکت ورزیدند. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.